زولتان کودای. او در 1906 روش پیشنهادی خودش رو معرفی کرد. اعتقاد زیاد او به هویت و آموزش آهنگ‌های هر کشور، آهنگ‌های محلی هر کشور به کودکان و آهنگ‌هایی که از زبان مادری اونها باشه محور کار او بود. او همچنین مثل گذشتگان اعتقاد به خواندن داشت برای آموزش به کودکان و اعتقاد به لزوم موسیقی برای همه کودکان، چون معتقد بود که موسیقی برای کودکان بسیار سودمند است و اونها رو در زندگی اجتماعی بسیار موفق‌تر میکنه و در کلیه کارهایی که میخوان بهش بپردازن در آینده بسیار کمک شایانه میکنه. او سواد موسیقی رو در خواندن، نوشتن و تفکر موسیقی میدونست و به هر سه این موارد میپرداخت و سن شروع موسیقی رو از 3 تا 5 سالگی میدونست. او معتقد بود که کودکان باید اول با موسیقی خودشون آشنا بشن، موسیقی کشور خودشون که با زبان مادری اونها مأنوس هست، و بعد به موسیقی خارجی بپردازن. او تاکید داشت که آموزش آواز باید به صورت گروهی باشه و بازی‌های آوازی در طول مسیر آموزش کودکان رو همراهی کنه و این مسئله باعث میشد که فرد در گروه با یک شخصیت متعالی رشد کنه و روش او باعث تربیت انسان‌های منظم میشد. کودای به تمام روش‌های آموزشی به کودکان در سراسر دنیا احترام میگذاشت و اعتقاد داشت که ما نباید خودمون رو محدود کنیم و بگذاریم که در هر نقطه از دنیا موسیقی به اون روشی که شایسته هست به کودکان آموزش داده بشه با فرهنگ اون کشور. او هم مثل دالکروز و کارل اورف از نوت‌های می و سول شروع می‌کرد در سیستم آموزشش و دیگر نوت‌ها رو با نشانه‌های حرکتی که ابداع جان اسپنسر کرون بود ادامه میداد. او همچنین به سیستم پنتاتونیک اعتقاد داشت و مخالف سیستم نیم پرده‌ای برای کودکان بود که البته این یکی از نقطه ضعف‌های بسیار بزرگ سیستم کودایی به حساب میاد، چون که کودکان به هر حال میتونن هر نوع صدایی رو بخونن و هر نوع فاصله‌ای رو بخونن و بهتر هم است که ما به اونها این آموزش ها رو بدیم تا با موسیقی مناطق مختلف خودشون، حالا از جمله در ایران ما، با ربع پرده ها آشنا بشن. او در روش خودش به موارد مختلفی از جمله آوازخوانی بدون ساز، آوازهای کوتاه، استفاده از آوازهای کوتاه و محلی، حرکت‌های آزاد برای کودکان و مهارت‌های ریتمیک و همچنین تربیت گوش و حافظه موسیقایی اهمیت بسزایی میداد.